درود بر شما خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با ادامه سری منرلوردمون. بذار یه مروری بکنیم. اپیزود قبلی این درختمون چرا کوچیک شد؟ اپیزود قبلی 2 ایالت رو گرفتیم، قلمرومون رو خیلی گسترش دادیم، با راهزنا جنگیدیم، کشاورزیمون رو پیش بردیم. اون تا 2 بار کشاورزی کردیم ولی خب هر 2 بارش مزارعمون از بین رفت و خوشسالی اومد. یکم تو در و دیوار بودیم راستشو بخوای. خب الان بایستی که خیلی حواسمونش جمع باشه رضایت مردممونه. احتمالاً یا این اپیزود پایان سریمونه یا اپیزود بعدی، نمیدونم، شاید هم ادامه پیدا بکنه. هنوز چیزی مشخص نیست. درست الان چیزی که باید در موردش فکر کنیم اینه چجوری ما میتونیم رضایت مردممون رو بیشتر کنیم. چیزی که هست اینه که ما باید رضایت رو اینجا فوق‌العاده سریع برقرار کنیم، چون که خیلی لب مرز همه چیزی که من خیلی بهش فکر کردم اینه که نیاز داریم که توی 2 ایالتمون رضایت رو برقرار کنیم. مهمترین نکته که هست اینه که در واقع کامیابی ایالت اولمون پیشرفت ایالت دوممونه. یعنی چی؟ یعنی که اگر ما می‌خوایم که توی ایالت اولمون به تمام قدرت و به تمام پتانسیلمون برسیم، باید که توی ایالت دوممون حتما پیشرفت کنیم. و خب این پیشرفت چجوری میتونه شکل بگیره؟ مهمترین چیزی که اینجا ما باید که بهش توجه کنیم اینه که رضایت مردم بالا باشه. و خب رضایت مردم چطوری میتونه بالا باشه؟ اینه که ما بتونیم سوختمون، غذامون و این چیزا رو درست اینجا مدیریت کنیم. و چیزی که هست اینجا اصلا غذامون درست نیست. مهمترین چیز اینه که اصلا تنوع نداره، غذامون خیلی کمن و درست هم در واقع پخش نمیشه بین مردممون. و خب چیزی که هست اینه که اینجا ما باعثه که غذاهای بیشتری رو درست کنیم و غذا رو درست پخشش کنیم تا این رضایت بیشتر بشه. و خب از طرفی هم ما باعثه که اینجا کشاورزیمون رو پیش ببریم. چطور میتونیم کشاورزیمون رو پیش ببریم؟ از جایی که اونور سوخت نداره. خب بذار اینجا تکلیفشو معلوم کنم. اینجا ما باید کشاورزی هم بکنیم. خب جمعیتمون کمه، چطوری میتونیم هم کشاورزی کنیم هم کارهای توی ویلیجمون رو پیش ببریم؟ مجبوریم که فعلا چیزی که توی ذهنمه اینه زمین‌های کمتری رو اینجا به کشاورزیش بپردازیم، چون که ما کار زیاد داریم توی این ایالت. خب بذار ببینم مردممون بیشتر کجا پخشن. خب اینجا رو ببین، یه نفر توی این استور هاوسمونه، لازمه که باشه، حتما باشه. و خب ما بقیه کجان؟ 3 نفر توی این استور هاوسمونه، اینا رو فعلا بذار کاری نداشته باشیم باشون. یه نفر توی گرانری مونه، بقیه کجان؟ یه نفر توی چوب بری مونه. به نظرم فعلا نیاز به چوب نداریم. شما بیا برو. سوختمون رو فعلا 34 ماهه، اینم نیاز نداریم فعلا. چرا یکی از اینا شکارگاهمون خراب شده؟ ای بابا، کارگاهمون رو درست کنیم. 2 نفر اینجا هم که به نظرم نیاز نیست، بذار 1 نفر باشن. ما 1 نفر هم حتما نیاز داریم، حداقل 1 نفر 2 نفر نیاز داریم اینجا توی این میوه هامون باشه. من میذارم 1 نفر باشه تا بتونیم کشاورزیمون رو درست پیش ببریم. خب اینا که نابود شدن، خوشسالی زد به گاه داد همه چیزو. اینم خراب کن، اینا رو همه رو خراب کن، نیاز نداره. این چرا خراب نمیشه؟ آقا میخوام بسوزونم این زمینو، اگه میشه. نمیشه سوزوندش. اینم نمیشه سوزوندش. خب اینم نمیشه سوزوندش، نمیدونم چرا. میخوام 2 زمین فقط داشته باشیم. یه دونه گندم فعلا داشته باشیم، یه دونه هم جو که اینجا زیاد جو جالبی نداره. این جو بود درسته؟ آره. یه دونه جو هم میخوام، یه دونه گندم فعلا به من بدین، یه دونه جو به من بدین. اینم بسوزونش آقا. یعنی چی نمیشه سوزوندش؟ واقعا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته اینجا. الان من خانواده رو میذارم، 8 خانواده رو. آره بذار یکیشون باشن دیگه واسه دست خالی تا این زمینه رو فعلا واسه امسالمون اینجا راه بندازه. خب من زمانو میذارم روی حد اکثرش و اینا همه کاراش انجام بشه. آره همه اومدن زمینه رو بکارید. این داره چیکار میکنه؟ جواب که برداشت میکنی؟ چیکار میکنه؟ از طرفی هم اینجا ما گاو کمی داریم توی این ایالتمون. بذار ببینم اینجا اینا رو انجام ندادیم. بذار من یه سیب دیگه اینجا بذارم. بریم سراغ ایالت اولمون. اینجا مشکل سوخت داشتیم. اینجا مردممون زیاد مدیریت نشده. بذار یکی مردممون رو مدیریت کنیم. دایز فعلا نیاز نداریم، دایز تولید نکن. اینو بذار باشن. آقا باش. نه بذار برشون داریم، فعلا نیاز نیست. خانواده جدید دارم توی اون ایالت میان، یکم وضعیت بهتر شده اون ایالت. ببینم اینجا واقعا داره سوختمون بد چیزی میشه. خب یه خانواده دیگه بذار اینجا. ببین اینجا هم پره. ببین بذار من یه دونه وود کاتر دیگه اینجا بذارم. جاده ما کو. آقا چوبای اینجا زیاد شده، اینجا رو سریع بسازید، اینو رو چوباشو برداشت کنید. گرانری اینقدر لازم نیست گرانری اینجا. اوکی بذار تا اینجا پیش بره. اینجا رو ببین برکت به معنای کلمه. اینجا تمام این گوسفندا پر شده. چرا نمیفروشن این گوسفندامونو؟ بذار من یه خانواده بذارم اینجا روی این و بس ببینم لمس بره.
دو نوع گوسفند میتونیم داشته باشیم. آقا جفتشو بفروش، رمزو بفروش، گوسفندو بفروش، اکسپورت کن آقا سریعتر، فقط اینا رو بفروشیم. من نمیخوام این همه پول زیادی هم میدن این ساخته شد 3 تا خانواده سری. بذار اینجا سوختمون داره برمیگرده. اوکی بذار ببینیم اینجا چجوری داره پیش میره. بذار من این یکی رو بذارم جو که این مثل اینکه کارش نمیشه راه بیفته. و این چیه نمیدونم، بذار اینا پیش بره. خب خانواده هامون رو سعی کردیم اینجا بهتر مدیریت کنیم. یا چجوری پیش میره؟ غذا فوق العاده افتضاح، فوق العاده غذامون افتضاحه. بذار من یه چند تا خانواده بذارم روی گرنری، چون که اینجا بذار یکیشو بردار. محصولات زیادی رو به دست میاریم و این محصولات نمیرن توی گرنریمون به خاطر اینکه ما کارگر نداریم توی گرنری. چیزی که تو ذهنم اینه که بیام سریع اینم برداشت کنم تا سال گلامونو. زیاد ساخت و ساز نداریم توی این ایالت. از من یه دونه خانواده دیگه یا توی این یا توی این بذارم توی این که اینا شکارمون بیشتر بشه. اوکی عجاییم که مشخصه اینجا ما اینفلوئنسمون منفی خورده، مجبوریم که صبر کنیم 2 تا بندیت به ما حمله کنن. 2 تا بندیت که حمله کردن اون موقع بیایم فکر کنیم در مورد اینکه قلمرومون رو گوش سرش بدیم. چیزی دیگه نبود اینجا. خانواده‌مون زیاد پخش و پلا نشده. گوسفندا رو میفروشین دیگه. آره مثل اینکه داره فروش میره، مثل اینکه داره این اتفاق میفته. آره میدونی چیه؟ اینجا من نیاز به رضایت بیشتری دارم. چطوری میتونم رضایت رو بیشتر کنی؟ با متنوع کردن غذا. من چیزی که تو ذهنم اینه که بیام اینجا و غذاهای مختلفی رو وارد کنیم. حالا که ما میتونیم پول خوبی در بیاریم این کارم چرا که نه انجامش میدیم. چیزایی که داریم، سیب، تخم مرغمون کمه، میوه هامون کمن، سبزیجاتمون زیاده. مثلا من 2 تا خانواده اول اصلا اینجا بذارم، الان میوه هامون رشد میکنه. مالیاتش هم گرفت لرد در واقع کینگ. چیزی که میتونیم وارد کنیم گوشت، سوسیس، نون، عسل و ماهی و تخم مرغ. به نظرم سوسیس و گوشت رو اگه وارد کنیم با نون میتونه فعلا یکم وضعیت رو بهترش کنه. چیزی دیگه ای هم که اصلا که ما اینجا اصلا جا نداریم واسه یه اسبامون. یعنی من چند تا اسب گرفتم اینجا جا نداریم اینا رو نگه داریم. خب لازمه که من بیام و چند تا استبل جدید اینجا درست کنم. کوش استبلمون چند تا استبل جدید اینجا درست کن. 1 و 2 رو سریع درست کنیم. خب دست خالی نداریم. این چیه؟ شما نمیخواد پلنک درست کنی؟ یکی بیاد اینجا این 2 تا رو درست کنه اول از همه. بذار من یه چند تا واردات بزنم اینجا. نظرتون چیه که ما اینجا بیایم و گوشت وارد کنیم؟ ایمپورت و خب با راه تجاریش هم بکنیم. من همیشه یه 20 تا گوشت داشته باشم کافی. سوسیس هم بذار وارد کن. سوسیس کم گرونه. فعلا کنسل سوسیس. شرمنده. بذار نون وارد کنیم. نون ایمپورت. نونم گرونه. چیکار نونم وارد کن. همیشه 20 تا نونم داشته باشین. چرا که نه؟ بذار سوسیس هم وارد کنیم. ولی خب گرونه. سوسیس واقعا گرونه. ایمپورتش هم میذاریم روی 5 تا. هر یه دونه‌ش 17 تا سکه است و واقعا پامون گرون در میاد. تخم مرغ هم در نظر دارم که وارد کنم. بذار تا تخم مرغ هم وارد کنیم. تخم مرغمون همیشه 20 تا باشه. راه تجاریش هم واکن. اینا درست شدن. آره بذار تا اینا رو من ارتقاشون بدم. رضایت چطوریه؟ 49 تاکسیشن. فودمون اوکیه. چی میگه آقا؟ استوریجز فول. اینجا فول شده. نکته ای که از اینجا ما نیاز به استور هاوس های بیشتری داریم. گرنری که نه، استور هاوس فقط نیاز داریم چون که پر شده همه جا. خب استور هاوسمون هم از دم پره. نگاه کن. اینم پره. واسه که استور هاوس جدیدمون اونجا راه بنداز. برای همین هی ارور فول میده. پر همه چیز. اوکی بذار ببینیم ایالتمون چطوریه. اینجا کشاورزی شروعش کردن. ببینم آره روی زمینهای مختلف دارن کار میکنن. اینو واقعا چرا روی این کار میکنید اصلا؟ اینو بسوزونید. 4 تا گندم 4 تا بیشتر به ما نمیده. خب اینجا 3 تا خانواده جدید دارین. نظرتون چیه که این 3 تا رو در واقع 2 تاشو بذاریم اینجا؟ خب وضعیت غذامون چه شکلیه؟ غذامون داره بهتر میشه. احتمالاً به خاطر اینه که ما اینجا خانواده جدید گذاشتیم روی گرنری. بذار تا یه خانواده دیگه بذارم. اوکی یه خانواده دیگه هم اومد. میتونیم این خانواده رو بذاریم روی این. اینجا مثل که درست شد مشکلش. سریع حل کنید مشکل دیگه. و خب ببین 18 تا خانواده بود. 10 تا خانواده جدید از اون موقع تا حالا اومدن توی این ایالت. سنگمون چطوریه؟ آره سنگمون خوبه. و یه لحظه صبر کن. 2 تا ویدیوی قبلی خیلی فاجعه بود. 2 تا اپیزود قبلی اصلا به مردمم توجه نمی‌کردن. فقط به فکر این بودم که قلمروامو گسترش بدم. ولی خب الحق که تونستیم با دشمنا بجنگیم. یه لرد همسایه اومده بود حمله کرده بود. تونستیم اونا رو شکست بدیم. 3 تا لشکر اومدن. تونستیم 2 تا ایالت رو بگیریم. غارتگرا هم حمله کردن. تونستیم با اونها مقابله کنیم. ولی خب این اپیزود قراره که حسابی بپردازم به رضایت مردممون و خب اینجا رو خیلی بهتر مدیریت کنیم. فیولمون خیلی خوبه. پوشاکمون هم خیلی خوبه. قراره که توی این ایالت اگه که ما قرار فلکس اینجا بکاریم پوشاک جدیدم به مردم بدیم. خب نیاز به چی داریم؟ نیاز داریم به اینکه اینجا ما پارچه سازی جدیدی اینجا راه بندازیم. خب اصلا پارچه سازی نداریم توی این ایالت. بذار تو من اینو اینجوری بذارمش اینجا.
آره پاچه سازی نه مثل که میوه زیاد خوب برد. یه خانواده بذار رو این دیگه انبارش پره، بذار تا خانواده رو بزنیم روی گرنری اینا رو سری جمع کنه این ور اون ور. اینم داره تموم میشه با خوراک به دست میاری ولی نمیره توی گرنری. ببین اینجا رو ببین پره، یا مثلا اینجا هم تقریبا پره. اینجا من سوختمون رو قطع کردم، فعلا به مشکل بر نخوردیم. چوبمون هم فعلا نیاز نداریم زیاد، پلنک هم نیاز نداریم توی این ایالت. ببینیم توی این ایالت ببینیم اینجا چه خبره. وضعیت خوبه، داره سوختمون تولید میشه، غذامون هم اوکیه. این درست شد، آره اینم درست شد. یه خانواده من میذارم روی این استور هاوسمون. اینجا چه خبره؟ سوختمون داره تولید میشه حسابی. اوکی میفروشین دیگه گوسفندا رو. ببین اینقدر ضعیفین توی فروش این گوسفندا، واقعا بفروشید دیگه اینا رو. مثلا این خانواده نداریم، خانواده البته رو بفروشید سری آقا، خیلی ضعیفن. یه خانواده اینجا میذارم که هر وقت اومد بیاد توی این سری اینا رو بفروشن سری. سلاحمون چجوری داره فروخته میشه؟ بذار تا یه کار کنیم، بیایم اینجا و یه اسب جدید واسه این بگیریم. احتمالاً مشکلش میتونه حل بشه. این خونه هامون این چرا واتر اکسس تو نیاز داری واقعا؟ یه واتر اکسس واسه اینو بذاریم. این شکلی بذار اینجا، جاده بکش این شکلی، اینا هم اینجوری بس کنه. خب یه واتر اکسس هم اینجا بذار تا اینا بتونن ازش استفاده کنن. اینجا چطور شد کشاورزیامون؟ هنوز اینجا ادامه داره آقا، وسط تابستون چرا تموم نمی‌کنید اینا؟ یکم ضعیف راستشو بخوای خیلی. احتمالاً اینجا نیاز داریم که خانواده جدید بیاریم توی این کارهای کشاورزیمون. یه خانواده جدید داریم اینجا، اینا من میتونم بیارم بذارمش اینجا روی این. خیلی آروم اینجا خانواده‌ها که بیان میذاریمشون توی اینا رو پر میکنه. فعلا غذامون اینجا در چه حالیه؟ غذامون خیلی بهتر شده. غذامون از صفر داره نزدیک به 60 شده، خیلی خوبه. اینجا چیکار کردیم وارداتمون رو؟ خب تخم مرغ وارد کردیم، نون وارد کردیم، سوسیس وارد کردیم، گوشت هم وارد کردیم. علاوه غذا که دیگه نباید اینجا واقعا مشکلی باشه. احتمالاً مشکلش گرنریه. من اینجا چیه؟ من خب مالیات اینو قطعش کنم، مالیات نگیره، یکم اینجا رضایت‌ها بهتر بشه، خانواده جدید بیان، بعدش بیام و اینجا تا خانواده بزنم روی گرنریامون. اینا رو من از هم رزروشون میکنم که بیان سریع این غذامونو پخش کنن توی مردم. آره اینا رو هم نمیفروشن، نمیدونم چرا. اگر بفروشن ببین پولمون داره ته میکشه. من حساب کردم روی فروش اینا مشروبمون تولید نمیشه توی این ایالت. من واقعا نمیدونم چه مرگشه. مالت اصلا تولید نمیشه اصلا اینجا و اینا اصلا انجام نمیشه، واقعا نمیدونم چرا. بیاد آقا بیاد سر کار، ما جو داریم اینجا، چرا نمیاد مالت درست کنه؟ نمیدونم، بذار تا یه مالت سازی جدید درست کنه، احتمالاً باگ زده. اینا چی نمیشه، جا کن دیگه، یه جور جا کن. یه جاده واسش بکش، اینم بسازید سری. سنگی اونم داره توی این ایالت تموم میشه. بذار حالا که اینا رو نمیفروشم، بذار من اینا رو حداقل یه جا واسهشون درست کنم که حالا اگه دوست دارن تولید مثل کنن مشکلی نداشته باشه. بیای اینم یه جای دیگه واسه تولید مثل این گوسفندامون. اینم من اینجوری درست میکنم اینجا. آره بیاید اینجا کاراتون رو به راه کنین. این 47 تا سایز داره، اینا هم 35 تا. اینجا رو ببین، واتر اکسس اینا نیاز دارن. این آپدیت جدیدم گلگون کرد واقعا. اینم یه چی بکنین دیگه، اینا فلکسش کن واسه ماه بعدی حداقل. دو تا چیز داریم اینجا، دیولپمنت پوینت داریم، میتونیم اینا استفاده کنیم. ولی خب نمیدونم واقعا چی اینجا بذاریم. اینو که هیچ ولش کن. ببین اینجا میوه رو برداشت نک خاک تو سرتون آقا. این خانواده میذارم اینجا، این واقعا ضعیفه توی میوه جمع کردن. اینم بذار تا ارتقاش بدیم دیگه. آره میخونمونو دو تا دیولپمنت پوینت داریم. بذار ببینم اینا به چه دردی میخورن سری. چیزی که متوجه شدم اینه که دیولپمنت پوینت هایی که ما واقعا نیاز داریم، حالا بر اساس اپیزودهای قبلی که گفتم چیه، اینه که ما این اپ دیولپمنت رو نیاز داریم و این دو تا خیلی مهمه. چرا؟ چون که ما ایالتمون بر اساس کشاورزیه و جایی که ما توی اپیزود قبلی دیدیم خشکسالی اومد و گندشو گذاشت روی محصولاتمون، این خیلی نیازه. این چیکار میکنه؟ باعث این میشه که وقتی که خشکسالی اومد مشکلی به محصولاتمون نخوره و خب از چاه میزنن، از توی چاه آب میارن و در واقع خشکسالی و مشکلشو حل میکنه. بنابراین من اولیو اینو میگیرم و خب بعدیو این میگیرم. چرا؟ این چیکار میکنه؟ این کارش اینه که زمینه کوددهی داده میشه. بعد از چند بار که روی زمین کشت میشه، این زمینه فرسوده میشه و خب بهره وریشو از دست میده و خب وقتی که اینو ما فعالش کنیم میتونیم کوددهیش کنیم و خب دمیج آسیبی که به زمین وارد شده رو از بین ببریم. اول از همه ما نیازه که اینو بگیریم. این چیکار میکنه؟ شخم زمینی میکنه زمینا رو، یعنی فرآیند شخم زدن زمینا رو راحت تر میکنه و بعدش میتونیم اینو بگیریم. من اینو میگیرم تا بتونیم دیولپمنت بعدی اینو بگیریم. میتونیم اینو فعالش کنیم ولی خب گاو نداریم دیگه. میتونیم یه چند تا گاو بگیریم. اینجا جا داره. بذار من یه دو تا گاو دیگه اینجا بگیرم. یکی تو این
بگیر. نمیشه. بذار من یه چند تا استبل جدید اینجا من بسازم. بذار من یکی اینجا میذارم، یکی هم اینجا میذارم. وقتی که خانواده اومد روی اینا کار کنه سری. اینجا هم نمیشه دیگه جاده کشید و راش بسته شد. بذار من یکی اینا رو برمیدارم. آره اون اینجا بردار. خانواده جدید اومد، الان میاد سری اینا رو درست گاف میتونم بگیرم. نه و 18 روز دیگه بیام. خب اینجا این خونه رو میشه ارتقا داد. بده بابا ارتقا بده. یه چیز دیگه ما اینجا میتونستیم چیز کنیم، گاو و بز و اینا داشته باشیم. خب از جایی که ما اینجا گوشتمون اصلا مشکل خیلی گوشت داریم اینجا و واقعا فوق العاده است. چه میوه‌ای هم داریم برداشت میکنیم. اپلو ببین چه رشدی کرد. واو. احتمالاً به خاطر اینه. پوستمون مشکل نداره. پوستمون هم مشکل نداره واقعا. یکی از خونه ها رو من خوک میگیرم و یکیشون هم بز میگیره. بذار من اینو بردارم. این دیگه تموم شد زمینه. گلامون اینجا اینا رو خرابش کن. دو تا خانواده بیکار داریم الان. واقعا نیاز به گرانری داریم واسه اونا. این مشکل نداره. گرانریمون اگر یه خانواده دیگه توش باشه واقعا میتونه بهتر باشه. یه خانواده دیگه من میذارم توی گرانریمون. اینا رو هم میذارم که کارهای ارتقاش انجام بشه دیگه. همه اینا داشته باشن اون گاوا رو. خب ما نیاز داریم که گاوای زیادی اینجا داشته باشیم. اینا رو همه رو بزن که اینی هم که مالیاتو کرده تو پاچمون. سوختمون در چه حالیه؟ سوختمون اصلا خوب نیست. اصلا خوب نیست سوختمون. نمیان جمع کنن. بود کاترامون نمیان جمع کنن. خب چه جنگلی شد ولی اینجا. اونور چیزمون درست شد. پارچه سازمون درست شد. اینا رو هم داره به مرور درست میشه. همه چی داره اینجا انجام میشه. وینتر هم که اومد. ما اینجا یه خانواده نیاز داریم روی این آسیابمون کار کنه. یه خانواده هم نیاز داریم که بفرستیمش واسه اینکه مشروب در واقع مالت واسه اون درست کنه. مالت پزمون چجوری بود؟ این چیه بهتره که مالت پزمون این همین نزدیکا باشه. آره واتر اکسس اینجا مشکلش حل شد. فقط این دو تا خونه واتر اکسس ندارن الان. مجبوریم مالت پزمون رو بذاریم اینجا. یکم دور میشه از گرانریمون ولی اشکال نداره. اینو بذار اینجا سری بسازنش. یه مالت پزی داشته باشیم توی این خونه‌مون هم میتونیم مشروب درست کنیم. آخه اگر مشروب بدیم به مردم واقعا وضعیت بهتر میشه. رضایت اینجا 70%. خب یه چیزی که اینجا من نیاز دارم که بسازم یه دونه چوب بری جدیده. من یه چوب بری جدید اینجا میسازم. یه چوب بری جدیدم مجبوریم که تو این حالت بذار تا من این ایالتمون وصل نیست اصلا به این ایالت. من اینجوری وصل کنم به این. یه دونه چوب بری هم این شکلی این تو واسه ما درست کن که اینجا ما این چوبای اینجا رو باعث که سریع برداشت کنیم. گاو جدید میتونیم بگیریم. آره یه گاو جدید بگیر. اینا رو به مرور ساخته میشن دیگه. بیاریم این ایالتمون ببینیم اینور چه خبره. خیلی وضعیت بهتره توی این اپیزود و خب پولمون داره در میاد. خوراکمون چه شکلیه؟ گوشت، سوسیس، رضایت بهتر شده. فقط من میدونی چیه اینجا من نیاز به خانواده جدید دارم. مشکل خونه داریم احیانا اینجا. شاید مشکل خونه داریم. احتمالا مشکل خونه داریم که ما خانواده نمیاد. بذار من یه چند تا خونه جدید اینجا درست کنیم دیگه. اون کو اینجاست. اون خونه رو به اینور درست کن. آره آب اساس. چقدر دیگه آهن داریم؟ آهنمون تموم شده. هنوز یه 15 تا دیگه توش هست. بذار تا اینا رو برداشت کنیم. دیگه داریم به انتهای آهنمون میرسیم. خب اینور خیلی خوب شده وضعیت. اوه غذا رو ببین. غذا رو ببین. همه غذا دارن اینجا. غذایی که صفر بود. همه چی 100 اینجا. رضایت برقراره. همه چی عالی اینجا. اینا چرا همیشه صفر شد آقا؟ به خاطر زمستونه. پلن که داره تولید میشه بذار سریع اینا رو ارتقا بدیم. آره اینا رو هم واتر اکسسشون اوکی شد. شما ارتقا پیدا کنید. اینا قراره که کارهای مشروبمون رو انجام بده. میدونی چیه؟ یه دونه خانواده نیاز دارم. بذار اولی یه جاده اینجا بکشیم. این شکلی یه محدوده اینجا درست کنیم و یه خانواده نیاز دارم که گلپزیمون رو اینجا راه بندازه. اینو اینجوری بساز. یه جاده رو من اینجوری انجام میکشم به اینجا که بتونم ساختمان‌های جدید این تو درست کنم. اینو اینجوری بس کن به این. رضایت رو برم. دوباره فوریه شد. همه چی داره پیش میره دیگه. آره. نظرتون مشکلش چیه که نون نمیپزه؟ هم خانواده روشه هم این گزینه‌هاش فعاله اینجا. این داره میاد. نه نرفتش. خب رضایتو 80 این خونه‌مون هم پر شد. خانواده اومد توشون. خب چیزی که نیازه به کاملا حس میشه شهرک‌های جدیده. ما اینجا شهرک‌های جدیدتری نیاز داریم واسه یه خونه سازیمون. وقتشه که ما یه سری شهرک‌های جدیدی اینجا درست کنیم. چوبمون منتها یکم مسئله داره. بذار تا من این پلنکو بردارم چند تا خونه من اینجا بسازم واقعا خوب میشه. اینجوری خوبه. همین خوبه. ولی خب میشه یکم طبیعی ترین خونه ها رو بچین. خیلی مصنوعی جماهیر شورویه اینجا. یکم خونه ها رو متنوع قشنگ. نمیدونم چجوری میشه
خلاقیتم صفر واقعا. میخوام ببینیم حد اکثر جمعیتمون اینجا داشته باشیم دیگه آقا، چه مرضی از پتانسیلش استفاده کنیم. خوب آقا خوبه. اینو بساز. چند تا خونه میتونیم اینجا در بیاریم که حیاط داشته باشه؟ هیچی. اونوریش کن. نمیتونن این خونه حیاط داشته باشن. ای وای ای وای دستم. اینا رو خراب کن، سریع خرابش کن. اینو کمش کن، اینجوریش کن. نمیشه. فقط مجبوریم یه خونه بزرگ اینجا داشته باشیم. آره 3 تا خونه کوچیک هم اینجا میتونیم درست کنیم. اون تا این خونه حیاط نداره. ملزوم به اینیم که ما خونمون حیاط داشته باشیم. من اینجوری درست میکنم. اینجا فرصتشو داریم که یه گاو جدید اینجا بیاریم. اینو ارتقا بدیم. 80. اوه اینجا خیلی وضعیت بهتره. اینا همه خوبن، همه چی خوبه. شکارمون هم کسی تمومی نداره. برکت. یه خانواده جدید بیاد من اینو میذارمش روی این شکارگاهمون و واقعا وضعیت اینجا خوبه. داره بهم خوش میگذره. اینجا داریم غذای جدید غذا وارد میکنیم، ولی خب کماکان اینجا ما مشکل مشروب داریم. مشروبمون اصلا تولید نمیشه. چرا؟ خانواده جدید داریم و خب غذامون مشکل داره. بس من اینجا گرانریمون رو فولش کنم. احتمالاً به خاطر گرانریمونه که ما غذا نمیرنیم تو. ببین 70% شد رو 5 اومد رو 70. این مارت پذیره. آره این مارت پذیره رو کارش کنه. احتمالاً باگ داره که این کار نمیکنه. میذارمش مارت پذیرمون رو اینجا. پیون هم بهش میدیم. اینم که اوکیه. شما ببینید اینجا و 2 تا خانواده رو بده به این دیگه. ایول چه رونقی چه رونقی. غذا رو ببین. اوه همه چی فوق العاده است اینجا. اونورم همینطور. این اپیزود قراره که اسمش توسعه و تعاون باشه. خنده داره. اوه خونه‌های اینجا هم ساخته شد. به خانواده جدید میان این تو از این بعد. بذار تا یه شهرک جدیدی هم درست کنیم دیگه. چرا که نه؟ کجا میشه شهرک بعدی اونو درست کنیم؟ همینجا پره. اگر که بیایم اینجا درست کنیم یا مثلا اینجا زمینه خوب بود واقعا. نیاز نداره آقا. بیا اینجا در واقع زمینای زراعی. بذار ما اینجا یه سری میخوام اینجا مفرح نشینمون باشه. یکم زمین خونه‌ها رو خوشگل‌تر درست کنم، دلبازتر درست کنم. اختلاف طبقاتی. اینجا ویلا نشینامونن. شما بذار تا من یکم خوشگل ترش کنم. واقعا خلاقیتم صفر تو خونه ساختن اینجا. شما یه خونه بشو این شکلی، شما هم یه خونه بشو، 2 تا خونه بشو این شکلی. به این 2 طرف اینجا داشته باشیم. ویلا نشینامونو خانواده جدیده بذارم این تو. مثلا خانواده‌مون رو کجا بذارم؟ بذار یه خانواده رو بذارم این تو. سر هاوسمون در چه حالیه؟ 84 پسر. به این میگن پرشیا. اینورم داره میره بالا. خوراکمون سد شد اینجا بنازم. اینجا همه چی اوکیه. این استور هاوسمون داره اینجا چیکار میکنه؟ اینم داره پر میشه. یه استور هاوس جدید اینجا نیاز داریم. اپیزود قبلی فلاکت بود اصلا. مردم میرفتن. به خانواده جدید داره اونور میاد. به اینم ارتقا بده دیگه. اینور واتر اکسس نیاز داره. یه واتر اکسس بذار. اینجوری بذار اینجا هم خونمون یکیش ساخته شد. این میشه 2 خوابه کرد. این فوله. ای بابا گرانریمون کم آورده اینجا. همه تو راه اینن که اینو خالی کنن. یو از کجا داریم؟ او مای گاد. نه آنچنان نزدیک نیست. خب اینم از بندیت این اپیزودمون. و خب یه جنگ هم داشته باشیم دیگه. چرا که نه این اپیزود. بیا آقا بیاین مردم بیاین. بذار من این رو ریوایوشون کنم. بیا یکی دیگه بیا. شما هم فول زره شو. شما هم بیاین پر بشید. فول زره بشید. خب یک کم دیگه باید به فکر مالیات باشیم چون که کینگ هم داره پول میگیره ازمون. مالیاتمون هم داره میره. 3000 تا بود مالیاتمون. آقا بیاید همگی بیاید. از اون ور داره حمله میکنه اینجا. شما مستقر شید اینجا. مثل سری قبلی حمله کردن. بیاید. اوکی این ایالتمون هم راه میندازه. ما فکر نکنم به اینجا برسه سریمون. آقا بیاید. پوشاپ هم بزنین. آقا حمله. رحم نکنید. به اینا هم حمله کنید. بزنید. خیلی ضعیفن این بندیت ها. او مای گاد. خب تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. خب اینفلوئنسمون که منفی بود الان برگشته سر حالت عادیش. شما مال کجایید؟ شما برید این ور. همه چی داره پیش میره دیگه. فقط مردمون سریع باید از جنگ برگردن به کاراشون برسن. این برم شاید یه سری اسلحه براشون صادر کنم. او اینجا دارن برداشت میکنن حسابی. 5 تا خانواده داریم. شما بیاین اینجا سریع اینا رو برداشت کنید. چیزی نمونه روی این زمینا. میتونیم فکر کنم بتونیم اینجا
همه خونه هامونو در واقع همه زمین هامونو کشت انجام بدیم. خب اینجا با ترکسسمون مشکلش حل شد. شما اینجوری ارتقا پیدا کن. شاید یکم تخم مرغ اینجا بذارم واسه این خونه هامون. اینا رو میشه 2 خوابه کرد. شما 2 خوابشو گاو جدید هم میتونیم بیاریم. آره 2 تا گاو جدید میتونیم بیاریم. بذار یه کار کنیم، این صادرات حیواناتمون رو اینجا بسازیم. جا نیست واقعا. نمیشه به جاده وصلش، اشکال نداره، نمیخوام به جاده وصل باشه. مال سازمون درست شده. یه خانواده نیاز داریم که بذاریمش روی این، یه خانواده نیاز داریم بذاریمش روی این و یه خانواده هم نیاز داریم که در واقع این پارچه سازیمونه، اینم گل پزیمونه، سفال سازیمونه، در واقع این مارت پزیمونه. یه خانواده هم حتما باید بذاریم روی این. سعی می‌کنیم تا خانواده جدید بیان. خونه‌های اینور ساخته شد. آره اوه تمام خونه‌ها هم پر شده. مشکل خونه داشتیم پسر، اینا رو بسازیم. مشکل خونه داشتیم تمام این مدت. ارتقا بدید اینا رو. اپیزود توسعه و تعاون. بیایید خونه‌های جدیدم به این شکل اینجوری بساز. شهرک سازی می‌کنیم ما. انسان‌ها از همین جا من ریدم تو این طبیعت. خوبه. آقا بسازید اینا رو هم بسازید. چه شهرکی شد. پول خوبی هم داریم میگیریم. باعث که اینجا گاو هم وارد کنیم. آها این که هیچ ولش. اینجا هم اگر که خانواده جدید بیاریم واقعا خوب میشه. توسعه به این میگن. فکر کنم تا اینجا کافی باشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. منتظر اپیزودهای بعدی باشید. تا ویدیوی بعدی فعلا بدرود.